كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، الله رو شاکریم که یک بار دیگر این فرصت در اختیار ما قرار گرفت تا در خدمت شما خوبان و مهربانان باشیم با یکی دیگر از برنامه‌های سفر آخرت. از الله متعال خواهانیم تا همان گونه‌ای که من و شما رو در این لحظه برای شنیدن بهشتش، برای شنیدن آیات کلام الله مجید و برای شنیدن وعده های رسول صلی الله علیه و سلم در کنار هم جمع کرد در روز آخرت، در بهشت برین، در کنار شهدا و قبل از اون انبیا و صدیقین و صالحین محشور بفرماید و این بر الله تعالی سخت نخواهد بود. بهشت اون هدف رویاهایی است که ما همیشه برای اون تلاش میکنیم، اون هدف اصلی که ما در ذهن خودمون همیشه با امید اون داریم حرکت میکنیم و گام برمیداریم. بهشت محل دست یافتن به تمام آرزوها و خواسته هاست. در بهشت انسان به تمام اون چیزهایی که دوست داشت و احیانا در دنیا به اونها دست نیافت دست خواهد یافت. در بهشت میشه تمام انبیا رو ملاقات کرد. در رأس اونها رسول الله صلی الله علیه و سلم رو فقط در بهشت میشه دید. بهشت فقط تنها جاییه که میشه امهات المؤمنین رو ملاقات کرد و عرض ادب و احترام داشت به محضر اونها. تنها آرزوی یک مسلمان برای دیدن اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم در بهشت محقق میشه. بهشت همون جاییه که انسان تمام عزیزان و دوستانی رو که در دنیا از دست داد و دیگه ندید، به امید دوباره دیدن اونها در بهشت تلاش میکنه. بهشت همون لحظه‌ایه که انسان عمری رو عبادت کرد تا در اون مکان به یک سعادت بزرگ دست پیدا کنه. بهشت محل دست یافتن به تمام خواسته های یک انسان مسلمانه. بهشت پایان سختی هاست، پایان رنج ها و مشقت هاست. بهشت ابتدای راه خوشبختی و سعادت. بهشت تازه شروع عیش و عشرت و شروع لذت و استفاده از نعمت هاست برای انسان مسلمان. از بهشت هر چقدر بگیم باز هم نتونستیم قطره ای از دریای نعمت های بیکران الهی رو در بهشتش به تصویر بکشیم. بهشت رو فقط وقتی میشه درک کرد که تجربه کرد. به امید آن روز همچنان با شما هستیم با ادامه موضوع بهشت و کارشناس محترم برنامه جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری عزیز. جناب مولانا سلام عرض میکنم. علیکم السلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز. جناب استاد در توصیف بهشت از نعمت‌های فراوانش گفتید برامون، از قصرها گفتید، از اینکه دیواراش از طلا و نقره و مسک ساخته شدن، از سنگریزه‌هاش گفتید که یاقوت و زمردن، از خاک بهشت گفتید که از زعفران تشکیل شده، از باغ‌هایی گفتید که در اون باغ‌ها نه تنها نهرهایی از آب جاریه، نهرهایی از عسل، شیر
و شرابی که نه حالت تهوع خواهد داشت و نه سردرد و لذتی است برای کسانی که میخورند. از اون صحبت کردید. از باغ‌های پر از میوه گفتید، از میوه‌هایی که انسان هر چقدر هم بخوره تنوعش کم نمیشه. از خدمتگزارهایی گفتید که اون خدمتگارا هر کدوم برای خودشون باز یک به هر حال یک معجزه‌ای از خلقت الله تعالی هستند. از این گفتید که در بهشت غم و اندوهی نیست. از این گفتید که در بهشت هیچ ترسی نیست، هیچ ناراحتی نیست، هیچ کسالت و خستگی نیست. انسان حتی خواب نمیره، شبی وجود نداره. چه بسا که انسان و فرمودید که اونجا حتی انسان نیاز به غذای حاجت هم نداره. انسان اونجا هرچی میخوره بخار میشه میره. از نهرها گفتید و از سایه ها گفتید و از نعمت ها گفتید و از همدم ها و مونس هایی به نام حورالعین گفتید که در خلقت و در خلقشون، در سیرت و در صورت هیچی کم ندارن. از اینکه چقدر زیبا آفریده شدن، چقدر زیبا سخن میگن، چقدر زیبا رفتار میکنن، چقدر زیبا مینشینن. من اینها رو خوب بیاد دارم. فراموش نکردم که تعابیری رو که شما استفاده کردید حتی در برنامه گذشته چی بود، چون بسیار برام زیباست و یقینا میدونم بینندگان عزیزم اینها رو بیاد دارن و من عمدن دارم اینها رو تکرار میکنم، به عمد دارم تکرار میکنم، چون واقعا تکرارش هم لذت بخشه و تا اینکه اینها رو با بیشتر به ذهن داشته باشیم. اما حالا من اگه بخوام کلش رو بگم، کل این برنامه رو باید اختصاص بدیم برای تکرار برنامه گذشته. من به همین قد اکتفا میکنم. شما فرمودید که یک نعمت فراتر از همه این نعمت هاست. حتی یاد دارم که شما جریان ملاقات رسول صلی الله علیه و سلم رو هم ذکر کردید، یعنی این نبود که این هم ذکر نشه. تو فرمودید که صحابی عرض کرد یا رسول الله ما شما رو دوست داریم، میخوایم شما رو ببینیم. و فرمود المرء مع من احبه. و این گونه برداشت میکنم که حتی نعمت ملاقات و زیارت رسول صلی الله علیه و سلم و بوسه زدن بر دسته های نازنینش هم مد نظر شما نبود. این نعمتی که وعده دادید در این برنامه به ما بگید، این چه نعمتیه که حتی فراتر از نعمت رؤیت خاتم النبیین و سردار انبیا رسول صلی الله علیه و سلم؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. صدق الله العظيم. در حقیقت موضوعی می‌خواهیم اشاره کنیم که اگرچه ما و شما و همه بینندگان وقتی وصف بهشت کردیم، هوش و فکر و حواس ما رفت طرف طلا و نقره و حور و غلمان و بالاخره وصفی که در بهشت آمده از میوه ها و بالاخره از همه اینها. ولی اگر انسان، چون در ابتدا گفتیم که نزولا بهشت مهمانیه، اگر کسی جای دعوت بشه و بره در اون مهمانی، هر قدر سفره مجلل باشه، وقتی معشوق دعوت بکنه عاشقه، هر قدر سفره مجلل بچینه و بالاخره پذیرایی کنه و خود صاحب خانه و عاشق نیایه که معشوق او رو ببینه، خیلی لذت بخش نیست. ولی مهم اینه که بزرگترین نعمت و بالاترین نعمت چگونه نعمتیه. در حدیث میاره که در بهشت بازاره، اگرچه فقط به خاطر یک مثال بیان میشه، اینه که کل بهشت جای عیش و نوش و استراحت. در بهشت که به عنوان بازار گفته شده، محلیه که انسان ها هم دیگر ملاقات میکنن و در اونجی دوکان هایی که هر آن چیزی هست و حتی چیزی که خیلی مهمه حسن و جماله، که انسان میره از اونجی تا حتی میتونه حسن عوض بکنه، جمال عوض بکنه، زیباتر بشه. و وقتی که این صحنه بهشتی ها میبینن، در اینجا الله سبحانه و تعالی صدا میکنه: یا اهل الجنه، ای اهل بهشت. فیقولون، اهل بهشت میگویند: لبیک ربنا و سعدیک والخیر كله فی یدیک
ای الله، ای رب ما که همه زیبایی ها در دست توست، همه خوبی ها دست توست، چی میگویید؟ ما در خدمتیم. فیقول، الله سبحانه و تعالی میگه که هل رضیتم؟ آیا شما راضی هستید؟ بندگان وقتی که حرف رو میشنون فیقولون و ما لنا لا نرضى یا رب، ای الله ما رو چی شده که راضی نباشیم؟ ما وعده بهشت داده بودی، در بهشت آمدیم، وعده حور داده بودی، حور دیدیم، وعده اشجار و بالاخره این همه قصرها و نهرها و همه اینها رو وعده داده بودید، ما اینها رو دیدیم، همه لذت میبریم، ما چرا راضی نباشیم؟ الله سبحانه و تعالی میگه وقد اعطینا ما لم تعطی احدا من خلقک. اینجا بندگان خدا وقتی که ای الله او چیزی که تو به ما دادی به هیچ یک از خلق خود ندادی، این همه پذیرایی، این همه قدردانی. فیقول، الله سبحانه و تعالی میگه الا اعطیکم افضل من ذلك، آیا ندم چیزی برای شما که بهتر از این هایی که دادم باشه؟ فیقولون یا رب ای شیء افضل من ذلك، ای الله او چیه که از این نهرها، قصرها، حورا، از این همه بهشت که عرضها که عرض السما، این چیه؟ گفتگو بین خالق و مخلوقه، گفتگو بین عابد و معبوده، گفتگو بین عاشق و معشوقه. وقتی که الله سبحانه و تعالی جریانا میگه و بنده ها میگن که از این هم بالاتر چیزی هست، فیقول احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعده ابدا، من از شما راضی شدم و خشم من هیچ وقت بعد از این سر شما نخواهد آمد، جز لطف و مهربانی از من چیزی دیگری شما نمیبینید. و بعد اینجا لحظه بسیار حساسه، بسیار لحظه مهمه. اهل بهشت انتظار این میکشن که چی چیز با این همه نعمتی که الله سبحانه و تعالی داده، چی چیز الله سبحانه و تعالی میده. در این لحظه به مصداق آیه کریمه پرده برداشته میشه و وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره میشه. اون هنگامی که پرده برداشته میشه و الله سبحانه و تعالی طرف بندگان نظاره میکنه و بندگان طرف او، بندگانی که 40 سال، 50 سال، 60 سال در دنیا به خاطر الله سبحانه و تعالی، به خاطر این ذات روزه گرفتن، به خاطر این ذات گرسنگی ها تحمل کردن، به خاطر این ذات کوه ها، دشت ها پای برهنه، شکم گرسنه طی کرده بودن، به خاطر که راضی بشه، به خاطر اون روزی که او ببینن و ملاقات کنن، به خاطر اون لحظات و ثانیه ها همه رنج ها و مشکلات دنیا رو تحمل کردن. و این لحظه بزرگترین آرزوی اهل بهشت که وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره میشه، که الله سبحانه و تعالی این لحظات نصیب همه ما بگردانه. و در سوره کهف اخیر سوره می فرمایه که من کان یرجو لقاء الله، کسی که امیدوار به لقای پروردگار عالم که این ملاقات نصیبش بشه، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا، عمل صالح انجام بده و برای الله سبحانه و تعالی شریک قائل نشه. و این جالبترین و عظیمترین لحظه و بزرگترین نعمتیه که الله سبحانه و تعالی برای اهل بهشت عطا میکنه که واقعا گفته شده که اعظم النعیم النظر الى وجه الله الكریم فی جنات النعیم، بزرگترین نعمت نظر به سوی پروردگار عالم در جنت الفردوس، که الله سبحانه و تعالی لقاء خور نصیب همه ما و همه بینندگان عزیز بگردانه. آمین. واقعا جناب مولانا این نعمت با هیچ نعمت دیگری برابری نمیکنه وقتی که انسان ذات باری تعالی رو بتونه مشاهده بکنه. همون آرزویی که پیامبرانی مثل موسی علیه السلام در دنیا
طلب کردند و دست نیافتند و چه بسا بسیاری از انسان ها آرزومندند و این لحظه شماری میکنن تا به این دست پیدا بکنن و امیدواریم که الله تعالی ما را از این نعمت بی بهره نکنه. واقعا بعد از این نعمت دیگه چیزی باقی نمیمونه برای یک انسان که بخواد طلب بکنه، یعنی نهایت اون درجه‌ای که میتونه انسان بهش برسه و طلب بکنه از الله متعال. ما جناب استاد در حدود 30 قسمت این برنامه 30مین برنامه‌ای بوده که ما در این باب داشتیم. در برنامه‌هایی که داشتیم در سفر آخرت سعی کردیم که به همراه بینندگان عزیز و عزیزانی که ما رو در این سفر همراهی کردن درباره سفر آخرت صحبت بکنیم، درباره قبر صحبت بکنیم، درباره قبل از اون مرگ صحبت بکنیم، درباره حشر صحبت کردیم، درباره روز قیامت صحبت کردیم. هرچند بسیار مختصر و گذرا سعی کردیم فقط اشاره بکنیم و بریم و اگر می‌خواستیم راجع به هر کدوم از این موضوعات به تنهایی صحبت بکنیم شاید کل وقت این برنامه رو اختصاص میدادیم به یکی از موضوعات باز هم جا داشت. اما من دوست دارم که در پایان، در آخرین لحظات برنامه سفر آخرت، آخرین توصیه های شما و نتیجه گیری که از این سفر داشتید و به هر حال درد دلی رو که با بینندگان عزیز دارید برای ما مطرح بفرمایید. اولا از پروردگار عالم تشکری میکنیم و سپاس میکنیم اون ذاتی که بر ما توفیق داد که اگر توفیق الله سبحانه و تعالی رفیق راه ما نمیشد هرگز نمیتونستیم لب به سخن بگشاییم. تمام حمد و ستایش از آن او ذاتی که این توفیق در نصیب ما گردانید که بتانستیم چند کلمه، چند سخن به عنوان این که تانسته باشیم ادای مسئولیت کرده باشیم برای عزیزان تقدیم شد. ما در اخیر به طور خلاصه و فشرده سروران عزیز و بزرگوار، بینندگان گرامی، خواهر، برادر، اولا هدف از این برنامه قسم اگر یاد کنم شاید آنست نشم که معرفی خود ما نیست که ما بیاییم 30 جلسه یعنی 15 ساعت بیاییم صحبت کنیم و خود را معرفی کرده باشیم. نه خیر، والله قسم هدف چنین نبوده و نیست و اگر ذره در دل ما چنین گشته باشه از ذات اقدس الهی ما طلب عفو و بخشش میکنیم. هدف هدایت است، هدف رسیدن به بهشتی که ما ذره و شمه و قطره از او اوصاف بهشت گفتیم. از ابتدای سفر آخرت گفتیم جریان مرگ که چگونه به سراغ می آید، ملک الموت چگونه به بالین می نشیند. گفتیم از قبر که روضة من ریاض الجنه می شود یا نعوذ بالله حفرة من حفرة النیران می شود. گفتیم او لحظات وحشتناکی که انسانها از قبرها برمیخیزند. سخن از حشر گفته شد، سخن از او میدانی که بدن انبیا که محبوب ترین انسانها به نزد الله در او دشت میلرزه، متقین و پرهیزگاران در او دشت سوزان محشر هم در لحظات ابتداییش پریشان هستند. سخن از حسابی که ذره ذره حساب گرفته می شود، سخن از میزانی که در عدل و عدالت گذاشته شده است، سخن از خلاصه حوض کوثر و سخن از صراط و سخن از او لحظه‌ای که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یک شب تا به صبح این آیه را تلاوت می کردن و گریه می کردن: و امتاز الیوم ایها المجرمون
امروز مجرمین جدا شوید از صف انسانهای متقی و پرهیزگار. سخن از او لحظاتی که فریق فی الجنه و فریق فی السعیر سر داده می شود، اینها را گفته شد. سخن از او پل صراطی که و او پلی که بر روی جهنم گذاشته هست که فقط عبور از او تقوا و خدا ترسی می خواهد، ایمان و اخلاص می خواهد. سخن از جهنمی که چقدر سوزان و وحشتناک و چقدر انسانها از طعام و شرابی که در جهنم استفاده می کنن گفته شد که بدن انسان می لرزد. والله قسم بدن انسان می لرزد. والله قسم بدن انسان می لرزد. سخن از بهشت، بهشتی که نعمتهای رنگارنگ از پهناور بهشت، از دروازه های بهشت، از نامهای بهشت، از قصرهای بهشت، از انهار بهشت و از عیون و چشمسارهای بهشت، از حور العین بهشت و از همه مهمتر از این که دیدار پروردگار نصیب می شود در بهشت، اینها گفته شد. آیا تو عزیزی که این برنامه تعقیب کردی، برنامه سفر آخرت، چند فیصد خود را به سفر اصلی آخرت که من و تو به پیش رو داریم آماده کردی؟ تنها گوش کردن این برنامه انسان را خوشبخت نمی کند. تنها خواندن کتابی که انسان برداره از قیامت و از حشر و اینها بخوانه کفایت نمی کند. فقط چیزی که انسان را به فلاح و رستگاری می رساند اینه که انسان بشتابه به سوی ایمان، اخلاص، عمل صالح و متوجه بشه به رحمت پروردگار و فضل الهی که بهشت فقط به فضل الله به دست می آید. آنهایی که در جهنم میرن عدل الهی است و اونهایی که در بهشت وارد می شوند فضل الهی است. صحابه زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند همه انسان ها به فضل الله وارد بهشت می شوند، صحابه عرض کردند یا رسول الله شما هم فرمودند که من هم به فضل الله وارد بهشت می شوم. با عبادت خود غرور و به نماز خود و روزه خود و حج خود مغرور نشوید، به ایمان خود مغرور نشوید. نماز بخوان، روزه بگیر، حج کن، اطاعت الله را داشته باش، او چیزی که تو امر کرده انجام بده و از او چیزی که نهی کرده ترک بکن. در کنار این همه دست بلند بکن به سوی پروردگار بی نیاز و بگو یا رب جز فضل تو دیگر چیزی نیست. متوجه باش. فقط در اخیر توصیه من این هست سروران عزیز و بزرگوار، یگانه چیزی که انسان را نجات میده اوامر الله را درست و صحیح به جا کردن و نواهی ترک کردن. قرآن را بخوانید، با تدبر بخوانید، آیاتی که درباره جهنم هست بخوانید، آیاتی که در وصف بهشت هست بخوانید، غور کنید، فکر کنید که این آیات در شأن تو انسان هست. اگر بهشتی میگه تو انسان و اگر جهنمی میگه متوجه نشی دامنگیر تو انسان. خواجه انصار میگوید الهی در دنیا هرچی مرا نصیبی است به بیگانگان دادم و در عقبا هرچی مرا ذخیره است به مؤمنان دادم. الهی در دنیا مرا یاد تو بس و در عقبا مرا دیدار تو بس. خدای تبارک و تعالی اموات ما و شما را مورد رحمت خود قرار بدهد و الله سبحانه و تعالی از همه ما و شما راضی باشد. سخن آخرین ما اون سخنی است که اهل بهشت
زمانی که با نعمتها روبرو میشوند و میگویند الحمد لله الذي صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. و آخرین حرفشان این هست که الحمد لله رب العالمین. همه شما عزیزان را به خدای یگانه می سپارم. موفق و سرفراز و سربلند دنیا و آخرت باشید. از جناب استاد بزرگوار جناب شیخ فضل الحق سلیمانی برادر عزیز و گرامی ما تشکری می کنم که در این برنامه ها در کنار ما بودن و الله سبحانه تعالی ما و شما و همه بینندگان در روز قیامت در زیر سایه عرش خود و در جنت الفردوس محشور بدارد. آمین. بندم تشکر میکنم جناب مولانا، استفاده کردیم در طول این برنامه ها از محضر شما و از صحبت های شما و من فقط با یک آیه این برنامه را به پایان میرسونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. كل نفس ذائقة الموت و انما توفون اجوركم یوم القیامة فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز و ما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. همه جانها طعم مرگ را خواهند چشید و روز قیامت تمام جزا و سزای اعمال خود را به طور کامل خواهید دید. پس هر کس از آتش دوزخ نجات یافت و به بهشت وارد شد رستگار شد و زندگی دنیا جز کالای فریب چیز دیگری نیست. پروردگاران تمام گذشتگان ما را، پدران، مادران، خواهران و برادران، همسران و فرزندان، اساتید و شاگردان، دوستان و آشنایان و همه موحدینی را که قبل از ما از دنیا رحلت کردند مورد رحمت و مغفرت خود قرار بده. محتاج دعای خیرتانیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.